راجع به خوشبختی داشتم فکر میکردم. اگر خوشبختی ما باعث خوشبختی دیگران نشه، به قول قدیما میگفتن یک قرون نمیارزه. وقتی من باعث خوشبختی دیگران نشه، دلخوشی من اگه باعث دلخوشی دیگران نشه، فایدهش چیه؟ خوشی من اگر باعث خوشی دیگران نشه، فایدهش چیه؟ سعود من اگر باعث سعود دیگران نشه، فایدهش چیه؟ ای خدا، میخواهمت شکرت تو ماندگاری